سلام به اولین ویدیوی من خوش اومدین و به کانال من خوش اومدین. امیدوارم که از ویدیو من خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید تا من بتونم ویدیوهای بیشتری براتون ضبط کنم. اولین ویدیومو خواستم درباره این صحبت کنم که این 2 ماهی که وارد کشور کانادا شدیم چه تفاوت‌هایی بین 3 تا کشور ایران، کانادا و ترکیه دیدیم. اولین تفاوتی که دیدیم توی صبر مردمه که واقعا اینجا خیلی مردم صبورترن توی انجام کاراشون، توی رانندگیشون و کاملا میشه این تفاوت رو حس کرد، چون که توی کشور ترکیه تو استانبول هم واقعا خیلی مردم عجول بودن، عجولتر بودن و توی ایران که خب 100% خیلی مردم عجولن و هیچ کس هم اعصاب نداره. و دومین تفاوت همونطوری که گفتم میشه گفت تفاوت توی رانندگی و توی خیابون‌ها وقتی داری رد میشی این تفاوت توی رانندگی رو حس کنی و ببینی که خیلی چیز مشخص و معلومیه، چون که اینجا کاملا رانندگی هاشون با صبر و حوصله است، کاملا احترام میذارن به کسی که پیاده هستش، وای میستن تا کامل بدون استرس رد شه و بعد پاشون روی گاز میذارن و رد میشن و این خیلی چیز قشنگیه. خیلی آدم حس خوبی میکنه، حس اون احترام گذاشتن و محترم بودن خیلی حس خوبیه و اینکه اصلا هیچ عجله‌ای ندارن توی اینکه تو بخوای رد بشی سریع تا قدم تو گذاشتی بخوام پاشون بزنن روی گاز، اصلا همچین چیزی نیست. صبر میکنن تا کاملا بری، کامل رد شی از خیابون و بعد با آهستگی شروع میکنن به حرکت کردن. و خب توی رانندگی چیز دیگه ای هم که هست اینه که خب قطعا توی کشور ما خود ایران و توی کشور ترکیه که ما 5 سال توی استانبول زندگی کردیم این تفاوت بود که خیلی دعوا می‌دیدیم و توی ایران هم همینطور بود، خیلی دعوا می‌شد بین راننده ها، خیلی ممکن بود حرفای زشت این وسط رد و بدل بشه، ولی اینجا اصلا همچین چیزی ندیدیم تا الان تو این 2 ماه. حالا شاید بعدا بخوایم ببینیم ولی تا الان ندیدیم و فکر نمی‌کنم ببینیم با توجه به اینکه اینقدر مردم واقعا صورت خوشحال و شادی رو دارن. این خیلی چیز قشنگیه و هر کس رو میبینی توی خیابون خیلی ها ممکنه بهت سلام کنن، حالتو بپرسن، وقتی میری یه جا خرید بکنی کشیر اول حالتو میپرسه و لبخند روی صورتش اکثرا. تفاوت بعدی که میتونم بگم توی استانبول، توی تهران و توی ونکوور کانادا میشه گفت که تازه ونکوور خب شهری هستش که میشه گفت از شهرهای شلوغ کاناداست، میشه بهش اشاره کرد. تفاوت توی تعداد آدم هست. واقعا اینجا آدمایی که میبینی خیلی تعدادشون کمه، خیلی محدودن، ولی خب ترکیه استانبول خیلی شلوغ بود و توی اون 5 سالی که ما اونجا زندگی میکردیم واقعا عادت کرده بودیم که همش وقتی میریم بیرون شلوغی و ازدحام رو ببینیم، ولی اینجا اصلا همچین چیزی نیست. اینجا خیلی خلوته و در واقع توی محله ها که میری خیلی آدمای کمی رو میتونی ببینی، ولی خب همونطور که گفتم توی تهران اینجوری نبود. تا پاتو از خونه میذاری بیرون 100% کلی آدم میبینی در روز، ولی خب اینجا اصلا اونجوری نیست، تعداد آدمایی که میبینی محدودن و این خیلی باعث تعجب ما شد، چون که واقعا انتظار نداشتیم که انقدر شهر خلوتی باشه. توی سیستم خونه گرفتن تفاوت هایی بود که نمیتونم بگم خیلی تفاوت های آنچنانی بود، ولی یکی از تفاوتاش این بود که اگر بخواید با یه مشاوری یا یه کسی که این وسط در واقع کارهای املاک رو انجام میده از طریق اون خونه پیدا کنید یا این شخص در واقع به جای صاحبخونه بیاد و با شما در تماس باشه و خب بخواد باهاتون قرارداد ببنده و همه کارا رو بکنه به جای مالک، در واقع میشه گفت شما هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید، در صورتی که توی ترکیه اصلا اینجوری نبود، توی ایران هم اینجوری نیست تا جایی که میدونم
و حتما باید یه مبلغی رو خود مستاجر پرداخت بکنه. ولی اینجا اصلا اینجوری نبود، کامل اون مبلغ هیچی شما پرداخت نمی‌کنی و کامل با خود صاحبخونه هستش که بخواد این مبلغ رو پرداخت کنه. اینش برای من جالب بود و میشه گفت که یکی از چیزایی بود که واقعا خیلی خوب بود. ولی خب پول پیش اینجا هست که تو ترکیه هم بود، دپازیت، و توی ترکیه هم حتما دپازیت میگیرن برای خونه و همچنین خب پولون کمیسیون کسی که میاد خونه رو به شما نشون میده و کارهای املاکیتون انجام میده. خب میریم سراغ بعدیش تفاوت بین سن آدم ها هستش. اینجا آدم هایی که میبینید اکثرا میشه گفت آدم های مسن، خیلی تعدادشون توی ونکوور میتونم بگم حداقل خیلی زیاده. آدم های مسنی که ما همیشه میبینیمشون وقتی از خیابون میری بیرون حتما میبینیشون و این خیلی واقعا حس قشنگیه. و حتی میتونم بگم خیلی آدمایی که روی ویلچر هستن تعدادشون اینجا بالاست. خب همونطور که میدونید کشور کانادا خیلی اهمیت میده به آدمایی که روی ویلچر هستن و خیلی کمکشون میکنه. حتی توی خیابون ها وقتی میخوای از پیاده رو بری مثلا اون سمت و وسط، یعنی از خیابون رد بشی، حتما جایی هستش که برای آدمایی که ویلچر دارن اونجا رو گذاشتن. و کلا همه جا وقتی میخوای اتوبوس سوار بشی، اتوبوس کامل با صبر و حوصله وای میسته. خود راننده من دیدم که پیاده میره کمک میکنه اون کسی که روی ویلچره و کلا باز میکنه فضا رو، صندلی‌ها رو همه بلند میشن، اگر کسی اونجا نشسته باشه بلند میشه، راهو برای کسی که ویلچر داره باز میکنه و اون شخصی که با ویلچر داره خیلی راحت با ویلچرش میاد بالا و میاد داخل اتوبوس و راه هم براش بازه، میتونه سوار شه. و اینکه چیز دیگه ای هم که هست و متاسفانه میشه گفت که یکی از چیزای بدی هستش که خب اینجا دیدیم، اینه که آدم‌های بی خانمان، هوملس ها زیاد هستن و اینجا خیلی ممکنه ببینیدشون چون که توی سطح شهر، همه جای شهر، حتی داونتاون ونکوور، داونتاون هر شهری، حتی تورنتو، یه خیابونی هستش که اصلا کلا این آدم ها هستن و کلا توی هر قسمتی که برید میبینید این آدم ها رو. اینا با شما کاری ندارن، یعنی من تا به حال ندیدم که کاری داشته باشم با کسی، ولی خب ممکنه که توشون هم آدمای دزد باشه، باید مراقب باشید. این بود از تفاوتایی که تونستم بهتون بگم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لطفا لایک و سابسکرایب بازم یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ.